هیلولا در حصار تولد یافته به ویه رسیده است. زندگی او مانند عمری صدها دختر دهات با میل شوهر و خانواده او جریان میگیرد. سپیدم میخزیم کاری خونه تو ایسر تو بگه کاری خونه خدمتی خسر خشتامان. به نظر هیلالا روزی نگه داشتن خوشتامن و خسور بزرگترین پاداش برای اوست. خدمتی خسر خشتامان ما کردن ما ده هم قرض هم فرض. نیلوفر در شهر به وی رسیده است. بیشتر وقت خود را در کتابخانه این مرکز می‌گذراند. در 18 سالگیش والدین خواستند شوهر کند، اما او نخواست. تا زمانی که دختر هوس‌ها و هدف‌های خود را معلوم نکند نمی‌تواند عائله برپا سازد. این اشتباه می‌بود، چون که هدف‌های خود را مشخص نکرده ای باز در این سردرگمی عائله را زم می‌سازی. و نیلوفر برای گریز از این وضع که سردرگمیش مینامد برای تشکیل زندگی بعدی دورنمایی ساخته است. به نظر من بهتر است دختران در 25 سالگیشان شوهر کنند. در این سن و سال او واضح می‌داند از زندگی چی می‌خواهد. هیلالا 25 ساله و از نیلوفر 1 سال کلان است. 3 ماه پیش شوهر کرده است. آوانی مکتب خانیش آرزو داشت طبیب شود. پدرش راضی بود، اما خوندن در یکانجا داخل شدن در مبلغ در کره ای حسابی همون بپلی نتانیستم. هیلالا امیدوار است شوهرش برای عملی شدن آرزویش کمک میرساند. ما کارگریم پین من یکانجا خانم یا کار کنم میگه که نصیب. نیلوفر خیالی تأسیس یک مکتب خصوصی را دارد. برای رسیدن به این هدف پیوسته می‌کوشد. به درس‌های الهوایی می‌رود، زبان می‌آموزد. از کودکان چیزهای میتوان آموخت. موجودهای فعال هستند. با آنها همه چیز عجایب است. برای آنها میتوان درس‌های آزاد تشکیل کرد. برای مکالمه درس موسیقی میدادیم. نیلوفر بر این عقیده است که هر دختر برای ساختن فردای خویش باید به خود تکیه نمودن را آموزد. هدف یکتا، رسیدن به مقصد. هیلالا چون از کار خانه فارغ شد، پسی دستگاه دوزندگی می نشیند. می گوید در خانه پدر از حساب این کسب رزقش را می یافت. برای فراموش نکردن هنرش گاهی مشق می کند. هنر چه آرزو و هوس داریم. کدام شکی اگر شوهرم خوشتمانم خسرم انتخاب کنه چی کنه زورم برسه هموشه خوندن میخوام کار کنه. نیلوفر عائله را اتحاد 2 نفر می داند که برابر حقوقند و درباره تشکیل زندگی یکجای برابر تصمیم می گیرند. زن باید برای اجرای مسئولیت‌های خود آماده باشد. با کودکانت باید چیزی بیاموزی. با نداشتن معلوماتی در کاری ما ناخودآگاه برای آینده فرزندانمان زمینه‌های نااستوار می‌گذاریم. نیلوفر میگوید از زندگی همسالانش که در دهات زندگی میکنند با خبر است. میگوید در قیاس با او آزادی‌هایشان محدود است و در رسیدن به آرزوهایشان مستقل نیستند. میدونم حتی 15 ساله ها را نیز به شوهر دادند. مادر کلان من وقتی شوهر کردنش 16 ساله بود. وی مادری مشفق و مهربانی بود. هنگام گفتگو با او فهمیدم چی چیزهایی را میخواست در زندگی ببیند که به آنها نرسید. هیلالا سبب محروم شدن از تحصیل در دانشگاه را به بی‌حقوقی دختران دهات ربط نمی‌دهد. میگوید سبب اصلی در دیگر چیز است. خیلی قشلاق دکی همه تا قمان نه همه آدمای قشلاق که
ҷамъкардагиёшон, коркардагиёшон, ай хурди хӯрокшон зиёд намекуна. Ҳама қишлоқ духтарошонам хеле кори агарода кор мекуна, орзу мекуна хондан кардане ки илоҷ надорам. қишлоқда ҳастае ки бачаам ки мактаб дохил шидан орзу ҳавас мекуна, неки ӯам наметона. бачаам ранги моам хеле ма духтаем, бачаам хеле. نیلوفر به نیروی خود امید داشته باشد هم برای چی دختر شهری و چی دهاتی یک همفکر مشفق را لازم می شمارد. کسی که پایبند تصورهای پیشین نباشد. بسیار میخواهم به هدف خود برسم. خرسند از آنم که مرا آدمانی احاطه کردند که در تلاش فهمیدن چیزی هستند. این به کس الهام میبخشد و برای به مقصد رسیدن به تو توانی تلاش میدهد.